اسمال. جانم آقا جان. بنال. والا آقا جان، من الان تو موقعیت ریختم و ببین حالمو نپرس هستم. هر کار گفتی ما کردیم، پول دادیم، تونل کندیم، آتیش زدیم، فوت کردیم. آخه پس چرا همچی شد؟ اسمال، تو این کاره نیستی. انتظار داشتن از تو مثل شرط بندی رو خر تو مسابقه اسب دوانیه. من قاسممو میخوام. قاسم کجای بابا؟ از وقتی رفتی دیگه وضع ما برا نشد. قاسم. عظما سلام، من کف پای شما رو میلیسم. حاج قاسم رو خط از جهنم برات لایو اومده. لایف چیه؟ لایو کجا؟ صداشو بلند کن ببینم چی میگه. ای مردم. آقا چی شده دوباره یاد قاسمت افتادی؟ نکنه هوس کتلت کردی ها؟ قاسم، من دمیدم تو آتیش جنگ، الانم میدمم، اما میترسم آتیش بیفته به قبام. قاسم، من درد دارم، یه نسخه بپیچ برای دردم. ای زکی، عظما از من نسخه میخوای؟ باشه، 3 بسته خاک واسط مینویسم، هر 8 ساعت میریزی رو سرت. خوبه؟ بابا من خودم وسط آتیشم، بعد میخوای عبای تو رو بپام؟ ای روزگار، بد جایی گیر کردیم. اگه بگم حسن خرسالله آتیش کنه قبام خاکستر میشه، اگر نکنه شور و ریزشه که شروع میشه. به جایی میرسم که به اندازه یه شلقمم دیگه روم حساب نمی کنن که یکی کوفتمون کنه خوب چه. خلاصه راه پس و پیش ندارم. قاسم. عظما اون روز که منو کتلت کردن واسه درس عبرت نشد؟ بابا معلوم نیست این درس عبرت چند واحده. چرا هرچی پاس میکنیم باز تموم نمیشه؟ منو بگو چه میخواستم قیافه ولی امر مسلمین جهانو بگیرم. ای بابا عظما، دوره قیافه گرفتن گذشته دیگه، کسی گول ظاهر رو نمیخوره. وگرنه تو نگاه شطورم یه حسرتی هست که انگار اگه یه تست بیشتر میزد دانشگاه تهران قبول میشد. راست میگی قاسم، گذشت اون زمان که میرفتی یه بوم میترکوندی همه ماستا رو چیسه میکردن. یادته وقتی عبدالظراف جلسه داشت عکس منو برداشتی جاش عکس میمون گذاشتی؟ یادته مجسمه ها جمع کردی؟ حالا بخور. تو این وضعیت من کتلت که سهله، اگه امام سیرابی هم بیاد دردی دوا نمیکنه. پاشو بیا اینجا وردل خودم که ملت بد خوابی واسه دیدم. ای وای، قطع کرد. اسمال. جونم آقا جون. بنال.